سلام، من امیر چایم. خوش اومدیم به این ویدیو. تو این ویدیو قراره بریم ماشین ایرانی تست بگیریم و باهاشون چالش مختلف انجام بدیم. امروز هم مثل ویدیوی قبلی یه مهمون داریم، ولی مهمونمون جا خورده است. یعنی نگاه کنید ایناش خجالتیه، عشقم خجالتیه، جو دوربین نمیتونه بیاد. بدون بیشتر بگم حتی داخل ویدیو رو نگاه کنید. ماشین بالیه، چالنجش خیلی باله. لطفاً قبل از ویدیو تو حساب کن، لایک و کامنت بذار، ما خودت معرفی کن بدون هیچ معطلی برسه به ویدیو. پس بزن بریم. خب بچه‌ها، ما اومدیم توی گیم. می‌بینین که ما اینجا ماشین ایرانی رو به خط کردیم، ردیف کردیم. آقای تندر 90 هستن ایشون، یا همون L90. آقای 206 که امیر رو سوار میشن معمولا. آقای پژو پارس، نکن قلق میاد. آقای پژو پارس و آقای سمند که یه ماشین خیلی رسمی طور و اداری طوره. خب ما قرار امروز اومدن ماشین رو نپرن که پریدن. ما قرار امروز ماشین ها رو از این رمپ به این گندگی بفرستیمشون پایین، ببینیم که کدومشون مسیر طولانی‌تری طی میکنه و سالم‌تر و تمیزتر میاد پایین. خب ما بریم ببینیم میتونیم ماشینو همشون پریدن. خب ما یه بار دیگه ماشین رو ریسپان میکنیم، بریم که تک تکشون رو تست کنیم. خب بچه‌ها، اولین ماشین ما تندر 90 رو روشن کردیم. تندر 90 در خفاشیه، نگاه کنید. میریم که استارت بزنیم که ببینیم این داشتمون تو کجا میره. 3 2 1 برو 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 برو. وی صدا نده. برو 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 برو. بنازم. اوف. بذارم یک کنترل. نه بذارم میتونم کنترلش کنم مثل آدم بیاد پایین یا نه. نه دیگه غیر قابل کنترل شده. خب بیا 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 بیا. اوف، تقریبا خوب اومد پایین. راضی هم ازش تقریبا خوب اومد پایین. ما توی مپمون مارک میکنیم ببینیم که کی جلوتر رفته که آخر کاپ نهایی بدیم به اون. خب بچه‌ها، ماشین بعدی ماشین پژو پارس. پژو پارس سال 09 کاملا 3 2 1 حرکت یا ابوالفضل یا ماشاءالله ماشین شوتی باشه. برو ببینم چیکار میکنی. فکر کنم خیلی بیشتر از چی بره، ماشین تندر 90 بریم. حالا من خوب کنترلش کردم، صاف بیاد پایین. هر کی بتونه به اون برجه برسه بهش جایزه میدم. اوف، ماشین اصلا ماشین شوتی باز. خب ما یه خورده بریم عقب‌تر تا اینجا اومد تقریبا دیگه، ولی از ماشین تندر 90 خیلی جلوتر اومد. خیلی نگاه، ماشین تندر 90 اینجا بوده، این ماشین اینجاست. پس تا الان L90 میگم پژو پارس برنده است. بریم سراغ ماشین بعدی. خب ماشین بعدی بچه ماشین 206. ماشین 206 کاستوم شده دیفالت، یعنی من دستی نزدم روش. خیلی هم ماشینش خفنه، به نظر من باید بیشتر از همه ماشینه بره. بریم که تستش کنیم. 3 2 1 یا علی. برو برم چیکار میکنی. یا علی. خب رو هوا صاف نموند، دقیقا با مخ داره میاد پایین. بذار بچرخونمش. نه نرسید. توتی هم داره میگه نرسید. اوه. خب ما مثل اینکه اون گزینه‌ای که دمیج نخوره ماشین فعاله، ولی ماشینمون بخوای حساب بکنید دقیقاً یک کوچولو جلوتر از چی اومد؟ تندر 90 اومد. پس تا الان ماشین پارسمون اوله. بریم سراغ ماشین بعدی. سراغ آخرین ماشین و لش‌ترین ماشین. این ماشین بشه لش. باید بدونم به تندر 90 و 206 برسه، چه برسه پژو پارس.
بریم که داشته باشیم 3 2 1. اینم جلوش سنگینه، هر چی بخوام نگه دارم که پایین تر نره نمیره. با مخ داره میاد پایین، با مخ قشنگ با مغز داره میاد پایین. خب سوراخ خورم. شاید باورتون نشه ولی دقیقا همون جایی که پیج و پارس و تندر نفت افتادن این هم افتاد. دقیقا همه شو تو این محوطه بودن به غیر از پیج و پارس که خیلی فاصلش بیشتر از همشونه. این چالش رو با اختلاف من توتو اعصابش خرابه نکنی ناراحته، با اختلاف خیلی زیاد پیج و پارس برنده این مسابقات شد. بریم برای آخر ویدیو. مرسی که این ویدیو تا آخر تماشا کردین. از این ویدیو لذت برده باشین. لطفا چنل ما رو سابسکرایب کن، لایک و کامنت بذار، موضوع خودت معرفی کن. تا ویدیوی بعدی خدافظ.